خیلی خوبه. اینجا تنها موزه دنیاست که باید پا برهنه بریم داخلش. اینجا موزه تیم لب توکیوه، یک موزه که آثار هنریش نه مربوط به گذشته که از آینده اومده. داریم میریم توی یک موزه‌ای که قراره بریم تو دل آثار. قرار خودمونم بشیم بخشی از اثر هنری. اصلا معلوم نیست که تو فضایی، رو زمینی، معلقی. اصلا یه تجربه خیلی جدید و منحصر به فرده. خیلی خوبه. اینجا دیگه باید شلوارک پوشید، پا رو گذاشت تو آب، اومد وسط این اثر هنری. اینجا دیگه مرزهای بین واقعیت و خیال از هم قابل تفکیک نیست. این دومیه؟ آره. شما همینجور دارین قدم میزنین و این بازدید کنندهایی که اینجا دارن راه میرن خودشون بخشی از این اثر هنری هن. شما نصفتون توی فضای واقعیه، نصفتون توی فضای مجازی. اصلا یه چیز عجیبیه. این موزه آینده است. اینجا موزه تیم لبه.